السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. تماشابینان محترم، کسانی که عطرها را دوست می دارند، امروز در نزد من عطر شرکت احمدی مغربی است و عطرهای این شرکت یکی از بهترین عطرها حساب می شود و بعد از استعمال کردن این عطر در لباس تقریبا یک هفته زیادتر بویش میماند و ما 200 تا عطر را به فروش گذاشتیم. نرخ یک عطر 1700 روبل است. خب بعد از اینکه 200 تا عطر فروخته می شود، نام های کسانی که از ما عطر خریدن نوشته می شوند و قرعه گذاری می شود. یعنی 5 تا نام را از بین همون نام ها می برداریم. نام کسی که برآمد صاحب تحفه می شود، یعنی ساعت های الفجر که یکی از بهترین ساعت ها هستند. این نمره واتساپ ماست. برای معلومات بیشتر با ما در علاقه باشید. سوال پیدا می شود که فروختن این عطرها قمار است. نه برادران عزیز، نه تماشابینان محترم، این قمار نیست. برای اینکه سوال را ما از علما کردیم، به ما گفتن چیزی را که شما می فروشید و در آن هدیه می گذارید، اول که نرخش به نرخ بازار یک باشد. نرخ این عطر از نرخ بازار پایان است. اگر شما در اینترنت جستجو شوید، نرخ این در بازار، یعنی در اینترنت، یعنی که در بعضی مغازه ها 4000 و 3000 و 4500 است. خب نرخ این از بازار بالا نیست، بلکه پایان است و ارزان است. دوم، چیزی که ما میفروشیم ارزنده باشد. الحمدلله این عطر، یعنی چطوری که گفتم، بعد از استعمال کردن این عطر در لباس شما بیش از یک هفته بوی این عطر میماند. عطر زنانه هم هست، عطر مردانه هم داریم. خب برای معلومات بیشتر با ما در واتساپ هم صحبت شوید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.